کنم از سرور گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی جهت سلامتی این برادر بزرگوار اجماعاً صلوات. تا اینکه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای خاتمی تشریف میارن در جایگاه، دوستان لطف کنن کم تشریف بیارن جلوتر تا عزیزانی که تازه میرسن برشان جا باشه. لطف کنین جهت سلامتی خودتان هم صلوات بفرستین. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وامنن علينا برضاه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تعجیل در فرج آقا و مولامون حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فداه و تسلی قلب داغدارشون صلواتی عنایت بفرمایید. عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. این تسلیتی هست که امام باقر علیه السلام فرمودن که روز عاشورا همدیگه رو با این عبارت تسلیت و تعزیت بدیم. تسلیتی که در اون برای همدیگه دعا میکنیم تا ما هم از خونخواهان حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه باشیم، در رکاب منتقم کربلا حضرت صاحب الزمان علیه السلام. خواست اهل بیت علیهم السلام از خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این بوده که قلب شیعیان رو در موقعیت‌های مختلف با حجت ابن الحسن المهدی عجل الله فرجه الشریف گره بزنند و این پیوند بین امام و مأموم رو لحظه به لحظه محکمتر و استوارتر کنند. در تفسیر آیه شریفه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، و هر کس مظلوم کشته شود به ولی او قدرت و سلطنتی دادیم. اومده که ولی و خونخواه حضرت سید الشهدا امام زمان ما مهدی موعود ارواحنا فدا هستند. در روایت معروف ابن شبیب از امام رضا علیه السلام هست که 4000 ملک به یاری و نصرت امام حسین علیه السلام اومدن، به زمین اومدن، اما وقتی رسیدن که حضرت رو شهید کرده بودن
اینها هم تا قیام حضرت مهدی ارواحنا فداه با حالت ژولیده و غبار آلود گرد قبر مطهر حضرت صلوات الله علیه میمونن تا بعد از ظهور حضرت ضمن اصحابشون باشن که شعار و ندای اونها هست یا لثارات الحسین. امشب میخوایم به یاد غریب ترین بازمانده از نسل امام حسین علیه السلام و منتقم خونش چند کلمه صحبت کنیم. متاسفانه در بین متدینین جا افتاده که ذکر و یاد امام زمان صلوات الله علیه فقط تو یک روز هفته است، اون هم روز جمعه، در حالی که طبق تأکیدات شدید اهل بیت علیهم السلام مبنی بر اینکه صبح و شام منتظر فرج باشیم، یا اینکه فرمودن اکثار کنیم در دعای برای ظهور امام زمان علیه السلام، باید خودمون رو یه جوری بار بیاریم که همیشه و در همه حالات، چه خوشحالی و چه غم، چه کار و چه استراحت و فراغت، تو حسینیه و مسجد یا خونه و محل زندگی، همیشه به یاد مولای غریبمون باشیم. پس درست نیست که یاد و نام امام زمانمون رو خلاصه کنیم در یک روز. کسی که سبب متصل بین زمین و آسمان هست و حجت و نماینده خدا روی زمینه، خیلی باید بیشتر از اینها به یادشون باشیم و ازشون دم بزنیم. اما باید گفت که حضرت مهدی ارواحنا فداه حتی در بین شیعیانشون هم غریب هستند. اگر غریب نبودن یه جور دیگه به یادشون می بودیم. زندگی هامون، امام زمان کجای زندگی های ما هستند؟ آیا طوری هستیم که تو خونه اسم آقا که میاد دل خودمون و همسر و بچه هامون بلرزه و به یاد نبودنشون بیفتیم؟ از دیگران که توقعی نیست، اما ما که خودمون رو محب و شیعه امیرالمؤمنین میدونیم، چقدر حواسمون به حضرت هست، به فرزندشون امام زمان علیه السلام. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند صاحب هذا الامر الشرید الطرید الفرید الوحید. شرید یعنی کسی که کوچ کرده، فراریه، مأوایی نداره، سرپناهی نداره، آواره کوه و دشت و صحراست. ترید هم به معنای رانده شده است، کسی که تبعیدش کردن، دور از آدما. فرید یعنی کسی که یگانه است. وحید هم یعنی تک و تنها، کسی که انیس و مونسی نداره. صاحب این امر یعنی امام عصر و زمان من و شما، کسیه که مردم طردش کردن، آواره کوه و بیابون، تک و تنها. این وضعیت امام زمان ماست، کسی که نماینده خدا روی زمین چنین جایگاهی داره، چنین وضعیتی داره. در جریان شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام، یکی از دردناکترین اتفاقات که خیلی دل حضرت و بانوان حرم رو رنجوند، بیار و یاور بودن امام حسین علیه السلام بود. حساب بکنید نزدیک 72 نفر، کمتر بیشتر، در مقابل 30,000 نفر. جوری که حضرت روز عاشورا برای اتمام حجت بر لشکر یزید می‌فرمودند هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کنه؟ هل من موحد یخاف الله فینا. آیا یک موحدی پیدا میشه؟ اینا همه نکته داره. آقا اصلا شما شیعه نیستید، باشه، موحد که هستید، ادعای مسلمونیتون که میشه،
ما اهل بیت رو قبول ندارید به عنوان اینکه خلیفه خدا هستیم؟ اصلا قبول باشه. موحد که هستید، مسلمون که هستید، آیا هیچ موحدی پیدا نمیشه که بترسه از خدا نسبت به ما و این کارها رو با ما نکنه؟ هل من مغیث یرجو الله فی اغاثتنا؟ آیا کمک کننده ای هست که به خاطر اغاثه ما امید داشته باشه به رحمت خدا؟ نکنه یه روز ما هم امام زمانمون رو فراموش کنیم، نکنه ما هم صدای استغاثه امام زمانمون رو بشنویم و لبیک نگیم. خیلی خیلی دور از انصافه که پدر انسان مثلا به یک سفر کاری میره و فرزندانش رفته رفته اونو فراموش کنن، دیگه نه حالی ازش بپرسن، نه نامه‌ای براش بنویسن، نه تماسی بگیرن، در حالی که لطف و عنایت پدر از همون راه دور لحظه به لحظه داره به خانواده و بچه ها میرسه. اگر خونه‌ای فراهمه، اگر نونی تو سفرشون هست، همه و همه به برکت اون پدر سفر کرده است که به خاطر بچه ها رفته سفر. حالا این وسط یکی از بچه ها بدون سر و صدا خودش از پیش خود پیگیر حال بابا باشه، زنگ بزنه، حال پدر رو بپرسه، محبت کنه، خسته نباشید بگه بابا خسته نباشی، به خاطر ما خودتو به زحمت انداختی، گرما و سرما رو بر جون خریدی، بابا دستت درد نکنه، بابا ممنونیم. چقدر این پدر خوشحال میشه. یه عده از شما پدر هستید، خودتون رو در نظر بگیرید، چه حالی میشید؟ از بین همه بچه ها یه بچه هر روز زنگ میزنه بابا خسته نباشی، بابا دوستت داریم ما، بابا جات خیلی خالیه. چه حالی میشید؟ چقدر خوشحال میشید؟ تو اون شرایط خیلی سخت، تک و تنها، تو شرایطی که پدر دلش میخواد کنار خانوادهش باشه. کدوم پدره که نخواد کنار خانوادهش باشه؟ خانوادهش رو ببینه، بچه هاش رو ببینه، بغلشون بگیره. حالا وقتی تو این شرایط سخت کسی از بچه ها به یاد بابا باشه، این پدر دور از خانواده یه جور دیگه فرزندش رو دوست خواهد داشت، یه جور دیگه به یادش خواهد بود، یه طور دیگه ای دعاش میکنه، میگه بچم به یادمه، بذار منم به یادش باشم، بچم حواسش بهم هست، بذار منم حواسم بهش بیشتر باشه. عزیزان، قصه امام زمان ارواحنا فداه با ما بچه ها هم همینه، دقیقاً همینه. امام طبق روایات والد شفیقه، یعنی پدر مهربان. پدر به گردن فرزندان حقوقی داره که باید رعایت بشه. یکیش همینه که به یادش باشن، بدونه که اگر نفسی میکشه، اگر برکتی تو زندگی و سفرش هست، همه و همه به لطف و عنایت اون بزرگواره. تو زیارت جامع اومده که به خاطر شماست که بارون میباره. در روایت دیگه اومده که اهل بیت علیهم السلام اصل تمام خیرها هستند. پس هر چی داریم از اون بزرگواره. اگر خیری تو زندگیمون هست، اگر نعمتی تو سفره هامون هست، همه به برکت صاحب نعمت و ولی نعمتمون امام زمانمونه. آقا اصلا بالاتر بگم، شده تا حالا مریض بشید؟ کیه که مریض نشده باشه؟ شده تا حالا این دلتون از غم پر شده باشه؟ افسردگی سر تا سر وجودتون رو گرفته باشه؟ بله. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند هیچ یک از شیعیان ما
مریض نمیشه مگر اینکه ما هم در بیماری اونها بیمار میشیم. محزون نمیشن مگر اینکه ما هم در غم اونها محزون میشیم. شادمان نمیشن مگر اینکه ما هم به خاطر خوشحالی اونها خوشحال میشیم. این وضعیت امامهای ما هست. آیا این جز ارتباط و علقه‌ای هست که بین امام و مأموم هست؟ دقت کنید، این قسمتش مربوط به شماست. شمایی که در غرب زندگی میکنید. امام صادق علیه السلام میفرمایند هیچ یک از شیعیان ما نیست، چه در مشرق و چه در مغرب، که از نظر ما دور باشه. یعنی آقا، خانومی که تو کشور هلند یا کشورهای اطراف زندگی میکنید، تو این غربت و تنهایی زندگی میکنید، یه وقت فکر نکنی امام زمانت از حالت بی خبره. یه وقت فکر نکنی تو رو رها کرده. آخه مگه پدر میشه که فرزندش رو رها بکنه؟ مگه میشه که هواش رو نداشته باشه؟ خودشون فرمودن که ما از حال شما با خبریم، در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم، ما شما رو فراموش نمی کنیم. این ماییم که تا یه خورده وضع و زندگیمون خوب میشه دیگه یواش یواش فراموش میکنیم که تمام راحتی ها و این زندگی و خوشی از کجا اومده. صلواتی عنایت بفرمایید و لطف کنید بیایید جلوتر. عزیزان بیرون منتظرن که شما یه ذره بیاید جلوتر، جا باز بشه و بیان جلوتر وارد مجلس بشن. بفرمایید، کسی متوقف نباشه، بلند شید یا بیایید جلو لطفاً. مردم هم دوست دارن استفاده کنن بیشتر. اینجاها خالیه، بفرمایید بزرگواران، اینجاها خالیه، بیایید جلو. شب آخر مجلس هست و انشالله همه بتونن استفاده بکنن از کلمات اهل بیت علیهم السلام. صلوات دیگه عنایت بفرمایید. پس این ماییم که تو مشکلات سراغ هر کسی میریم، در خونه هر کسی رو میزنیم غیر از در خونه اون کسی که باید بزنیم، غیر از در خونه ولی نعمتمون. بله، اینطور فکر نکنیم که قرار در بزنن بگن آقا این مبلغ رو امام زمان فرستادن براتون. ایام غیبت از این خبرها نیست، اما در عین حال یه جوری کارا رو درست میکنن که اگر لطف و عنایت حضرت نبود هیچ وقت اون مشکلی که داشتیم، اون گرفتاری حل نمیشد. پس نشه یه وقت به حضرت بدگمان بشیم، بگیم آقا دیگه ما رو فراموش کرده، دیگه حواسشون به ما نیست. چه بلاها که از ما دفع نکردن، چه مریضهایی که امیدی به شفا نداشتن و به برکت دعای حضرت شفا گرفتن. حالا ما، هر کسی خودش رو قاضی قرار بده، ما جز کدومشون هستیم؟ جز کدوم دو گروه هستیم؟ اونایی که حضرت رو فراموش کردن و امام زمانشون جایی تو زندگیاشون نداره، یا اینکه از کسایی هستیم که وقتی حضرت ظهور میکنن بفرمان که فلانی ما حواسمون بهت بودا، خیلی یاد ما میکردی، ما هم در مقابل به یادت بودیم، ما دعات میکردیم. بله عزیزان، هر چقدر بیشتر به یاد حضرت باشیم توجه حضرت هم بیشتر خواهد بود به ما. خیلی هم سخت نیست، بعضی وقتا
بشینیم رو به قبله، با حضرت درد و دل کنیم، خیلی خودمونی و بدون تکلف، و این رو به خانواده و فرزندانمون هم منتقل بکنیم، یادشون بدیم، بچه هامون یاد بدیم که تو گرفتاری ها، تو ناملایمات زندگی به امام و صاحب زمانشون مراجعه بکنن. عزیزان، زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی اگر امام زمانی شد، اگر رنگ و بوی یوسف زهرا سلام الله علیها گرفت، خدا هم الطاف و برکاتش رو نازل میکنه. به یقین اون خونه‌ای که روزهای تعطیل دعای عهد درش پخش میشه، دعای توسل ازش پخش میشه، دعا زیارت آل یاسین ازش پخش میشه، با خونه‌ای که موسیقی های جور و جور پخش میشه فرق داره. اون خونه مورد نظر و عنایت خدا و رسول خدا و امام زمانه. وقتی اینطور شد، محل نزول رحمت الهی و ملائک خواهد بود. در آیه قرآن هست ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر مردم شهرها ایمان می آوردن و تقوا پیشه می کردن، قطعاً برکاتی از آسمان و زمین براشون می گشودیم. اما اگر خونه‌ای محل معصیت خدا و اهل بیت شد، برکت از اون خونه میره. ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون. اما حالا که تکذیب کردن، پس ما هم به کیفر اون کارشون یقه اونا رو میگیریم، عذابشون میکنیم. وقتی برکت رفت، شیاطین انسی و جنی به اون خونه راه پیدا میکنن. اون وقت کار شیطان چیه؟ ان الشیطان ینزغ بینهم. شیطان بینشون رو به هم میزنه، بینشون اختلاف میندازه. چرا؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. شیطان دشمن ماست، خوبی ما رو نمیخواد، میخواد بین زن و شوهر، فرزند و پدر و مادر رو اختلاف بندازه، جنگ را بندازه، دوری درست بکنه بینشون. اینجاست که نکبت و پلیدی به خونه راه پیدا میکنه. خونه‌ای که باید جای آرامش و دلگرمی و دلخوشی باشه، میشه محل اختلافات خانوادگی، نزاع، کشمکش. دیگه میبینین هیچ چی سر جاش نیست، سر تا سر دروغ و تهمت و غیبت و سوء ظن به هم دیگه. دیگه نه مرد دل خوشی از زنش داره، نه زن علاقه‌ای به شوهرش داره، نه بچه ها با پدر و مادر جورن. در آیه شریفه اومده که والله جعل لکم من بیوتکم سکنا. خدا برای شما خونه هاتون رو مایه آرامش قرار داده. خونه ای که همسر انسان درش باشه باید مایه آرامش خاطر انسان باشه. اینطور خدا قرار داده. مگر نفرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. همسرانی برای شما آفرید تا بهشون آرام بگیرید. اون استرس های محیط کار و اجتماع و اینا همه با این که پاتون رو میذارید تو خونه همه بره کنار. من اومدم پیش همسرم. خونه باید چنین جایگاهی داشته باشه. خدا اینطور قرارش داده. جعل بینکم مودة و رحمه. بینتون دوستی و رحمت قرار داد، بین زن و شوهر. اما چی میشه که بعضی خونه ها به جای اینکه محل آرامش، محبت و رأفت بین زن و شوهر باشه، محلی باشه که هر جاش رو میبینی صمیمیت و مهربونیه،
میشه محل دعوا و نزاع و بگو مگو. مگه چند سال قراره تو این دنیا باشیم؟ واقعا ارزشش رو داره؟ نذاریم شیطان خوشحال بشه از این نزاعها و دعواها و کشمکشها. اینا همش کار شیطانه. نذاریم وارد خونه هامون بشه. با یاد خدا و اهل بیت و امام زمان صلوات الله علیه دورش کنیم از خونه هامون. نشه یه وقت سال به سال بگذره اسم امام زمانمون تو خونه هامون نیاد. باور کنید اگه امام زمان به خونه های ما راه پیدا بکنن، خودمون و خانوادهمون رو بیمه کردیم. اگه میترسیم بر زندگیمون، دینمون، اگر بر عقایدمون میترسیم، اگر میترسیم بر جوونها و بچه هامون، اونها رو بیشتر با امام زمان آشنا کنیم، دوستشون کنیم با امام زمان، این رابطه رو محکمتر کنیم با امام زمان. به حضرت عرضه بداریم که آقا اصلا ما هیچی بلد نیستیم، زن و بچه و زندگی رو سپردیم به خودتون، حتی دوستی و محبت بینمون هم شما درست کنید، خودتون دستمون رو بگیرید، اگه به ما باشه ما خراب میکنیم، شما بیاید درست کنید. شب شام غریبان و دیگه یواش یواش این سفره عزاداری هم داره برچیده میشه. خیلیاتون دلتنگ صحن و سرای حضرت سید الشهدا هستید. درسته که دستها کوتاه از ذریح مطهرش، ولی بازم به ما یاد دادن که از راه دور هم میشه زیارت حضرت کرد و به اون اجر عظیمی که برای زوار حضرت سید الشهدا قرار دادن رسید. سعی کنید این رو تو برنامه‌تون قرار بدید و بهش ملتزم بشید. کار سختی نیست. تو روایات اومده که بر همه مؤمنین واجبه که با زیارت امام حسین علیه السلام دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو شاد کنن و خوشنود کنن. سدیر صیرفی اهل کوفه بود، کوفه زندگی میکرد. یه روز که مدینه میاد و خدمت امام صادق علیه السلام میرسه، حضرت بهش میفرمایند که سدیر هر روز میری زیارت امام حسین؟ سدیر تعجب میکنه، میگه نه فداتون شم. حضرت میفرمایند که چه جفاست این کارتون. تعجب میکنه. حضرت دوباره میفرمایند هر ماه به زیارت امام حسین میری؟ جواب میده که نه. حضرت برای بار سوم میپرسن سالی یک بار به زیارت میری؟ جواب میده که ممکنه. حضرت میفرمایند که سدیر چقدر نسبت به حسین علیه السلام جفا و بیمهری از شما. مگه نمیدونی که خدای متعال هزار فرشته داره که گردآلود و با موی پریشان بر حسین علیه السلام گریه میکنن و همیشه زیارتش میکنن و خستگی هم ندارن؟ چرا هر هفته 5 بار به زیارت حسین علیه السلام نمیری؟ یا روزی 1 بار؟ سدیر خیلی تعجب میکنه. خب کوفه کجا؟ کربلا کجا؟ هفته 5 بار، روزی 1 دفعه، اونم با اسباب و وسایل قدیم. از کلام امام صادق تعجب میکنه. حالا حضرت بهش میگن 5 دفعه به زیارت هر هفته. جواب میده که فداتشون شم، بین من و قبر امام حسین چندین و چند فرسخه، این همه فاصله است. حضرت اینطور بهش میفرمایند به بلندی خونه برو، طرف راست و چپت رو نگاه کن، بعد سرت رو سمت آسمان کن، بعد سمت قبر شریف بایست و بگو
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. علاوه بر این که گفتیم دل حضرت زهرا با این زیارت شاد میشه، حضرت فرمودن که با این زیارت ثواب یک حج و یک عمره برات مینویسن. اما حتی اگه اینم نتونستیم، ببینید چقدر اهل بیت علیهم السلام ساده کردن کار رو برای ما، چقدر میخوان ما ثواب ببریم. حتی اگه اینم نتونستین، راوی میگه نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودیم که کسی گفت من خیلی یاد امام حسین میافتم. حالا کسی آبی مینوشه، غذایی میخوره، شربت خنکی میخوره، میگه من خیلی یاد امام حسین میافتم، اون لحظه چی کار کنم؟ حضرت میفرمایند که 3 بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، که سلام از نزدیک و دور به حضرت میرسه. حالا ما هم با حال توجه 3 مرتبه بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين آجرك الله يا صاحب الزمان. مه مبارک در ابر آرمید بیا، مه مبارک در ابر آرمیده بیا، امید آخر دلهای داغ دیده بیا. ای امید دل زینب ابن الحسن، شام غریبان جدتون حسین، از امشب دیگه مصیبت های اهل بیت شروع میشه، از امشب دیگه مصیبت های عمه جانتون زینب شروع میشه. ابن الحسن آقا، از امشب دیگه تازیان زدن ها شروع میشه، سیلی زدن ها شروع میشه. ای منتقم کجایی؟ به طول غیبت و عشق مدام و سوز دلت که جان شیعه ز هجران به لب رسیده بیا. آقا دل شیعه خونه ابن الحسن، مرهم زخم‌های شیعه کجایی؟ آقا امشب چطور قسمتون بدیم عزیز فاطمه جدت حسین در یم خون تو را صدا زند از حنجر بریده بیا.
امام زمان، به اون آقایی که امروز با لب تشنه سر از تنش جدا کردن، بیا به حنجر بریده حسین بیا، به آن لبی که بر آن چوب می‌زدن به تشت، به خواهری که گریبان خود دریده، بیا همه با هم یبن الحسن یبن